وفات نغمه هنرمند مشهور افغان در کشور امریکا زایه بزرگ برای تمامی دوستداران و طرفدارانش. دلیل وفات نغمه هنرمند محبوب افغان چی بوده است؟ نغمه در کجا زندگی میکرد؟ و چرا از همسر اول و دومش جدا شده بود؟ زندگی پر از جنجال نغمه در کشور امریکا کاملا به دور از تصور. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده و خارق‌العاده در میان هنرمندان افغانستان علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. نغمه توانست در مدت خیلی کوتاهی دل میلیون ها افغان را از آن خود کند. عاشقانه هنر موسیقیش را به پیش میبرد و توانسته است در میان مردم افغانستان دوستداران و طرفداران خوبی پیدا کند. نغمه در سن نوجوانی ازدواج کرد و از همسر اولش دارای 5 فرزند است. اما نغمه بعد از آن که به کشور امریکا پناهنده شد از شوهرش جدا شد و کاملا کارهای هنر موسیقیش را مستقلانه به پیش می برد. اما در کشور امریکا بار دیگر ازدواج کرد. از همسر دومش فرزندی ندارد. تازه تصاویر بانو نغمه در صفحات مجازی نشر می شود که این هنرمند از همسر دومش هم جدا شده است و کاملا کارهای هنر موسیقیش را تنهایی به پیش می برد. دلیل این که نغمه چرا از شوهرانش جدا می شود تا کنون واضح نشده است. اما نغمه در کشور امریکا زندگی خوش و آرامی دارد و این هنرمند توانسته است دل میلیون ها افغان را از آن خود کند. کنسرت های برگزار می کند. تازه تصاویرش نشر می شود که بانو نغمه وفات کرده است. کاملا این خبرها دروغ بوده است. نغمه دارای صحت کامل است، زندگی خوش و آرامی دارد. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای بانو نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.